دولت تاجیکستان که ماه می در شهر ژنو درباره وضع حقوق انسان در کشور گزارش داد، روز 22 سپتامبر دیگر باره به سوالهای اعضای شورای حقوق بشری سازمان ملل جواب میگوید. در این جلسه حکومت تاجیکستان در برابر بهبود وضع حقوق انسان از کشورهای عضو شورا 203 مشورت گرفت و 117 تای آن را پذیرفت. پاسخ به 70 مشورت دیگر را تاجیکستان ماه آگوست امسال فرستاد. در اداره حقوق انسان و ولایت قانون در تاجیکستان که یک سازمان غیر حکومتی است، به رادیو آزادی گفتند 70 توصیه به قبول نقشه فراگیر تأمین حقوق انسان، تأمین استقلالیت نظام دادگستری، آزادی مذهب، بیان عقیده بوده است. ضمن بررسی گزارش تاجیکستان در ماه ایون در شهر ژنو، کشورهای عضو گفتند ضمن محاکمه اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان به قانون شکنی راه داده شده است. ولی مقامات تاجیکستان در شرح گفتند که مرافعه دادگاهی اعضای هنیت از روی قانونهای تاجیکستان جریان گرفت و این قانونها جوابگوی معیارهای دادگستری بین المللی است. در پاسخ به تقاضای آزادی بلافاصله و بدون شرط زندانی‌هایی که از روی انگیزه‌های سیاسی محکوم شدند، از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، حکومت تاجیکستان گفته است این ادعا را قبول ندارد، چون که پرونده‌های محکوم شده‌ها انگیزه‌های سیاسی ندارند. با درخواست دسترسی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به زندان‌های تاجیکستان، حکومت پاسخ رد داده گفته است بازدید و ارزیابی این مؤسسه‌ها باید از روی قانون‌های تاجیکستان صورت بگیرد. مسئولان این سازمان بار اخیر سال 2004 از زندان‌های تاجیکستان دیدن کردند. مقامات تاجیکستان میگویند جواب‌های آنها به اعضای شورای سازمان ملل بر اساس پاسخ‌های رسمی آماده می‌شود که ماه آگوست به شورا فرستادند.